ما سیلندر نو سفارش دادیم. ببینین فقط کار ایران خودرو نگاه کنین، پیستون برعکس. این عیبا عزیزم جا میفته، اصلا ناراحت نباشین. ما زنگ به ایران خودرو زدیم، زنگ به نمایندگی زدیم، گفت اشتباه چاپی بوده، حتما خودتون باز کنین تعویض کنین. باز کردیم فقط نگاه شاتون کنین، شاتون مال 20 سال پیشه. ما باز کردیم و عوضش کردیم. حتی خارم انداخته بودن پشت، یه F7 خار میفته جلو. این از این. نگاه شاتون کنین. این خلاصی رو ببینین، توی F7 خلاصی بین 15 تا 20 صدم فیلر باید بره. نگاه کنین خوبه. این خلاصی عادیه. بیشتر از این خلاصی داشته باشه توی یک هفته شاتون میزنه. ببینین اینم تورک متره که اول 40 کیلو بعد 50 نیوتن باید بکشین. 40 نیوتن بعد 50 نیوتن. اینم از سیلند. ما بند موتور رو جمع کردیم انداختیم بالا، یه عیب آورد بالا. فقط نگاه عیب کنین. ببینین سیلند مونتاژ ایران خودرو یعنی کار نکرده. ببینین چه عیبی افتاده توی موتور. کم بیا زیر پستای من شعر بگین. نگاه کنین. ببینم مثلا تو عمرتون همچین عیبی دیده بودین تا الان؟ ممنونم.